از مرز که رد شدیم یک لیوان خاک شیر خوردم. امیدوارم برای اینکه گرمازده و خاک شیر نشوم خوب باشه. نجف 15 دینار تکلیف فقط 2 نفر 15 دینار. زاوية أجمل؟ قال أجمل؟ ثواني بس يجون معاكم توني كذا. بازار چانه‌زنی بر سر قیمت مسافر زدن تا کربلا، نجف یا کاظمین خیلی داغ است. این 100 توته ها رو هم حتما باید سوار شوم. خطرناک است لکن بسیار چیز باحالی است. راننده زیاد حرف میزد. پشت خط یک دشمن فرضی گیر آورده بود و از مهران تا نجف اینجوری داد و بیداد الکی میکرد. وحق ان محمد راح اسوي فيكم سوايه الا خلي الحله كده تتفرج عليكم. روح هاي روح. و مغز آدم را چیز میکرد، داغان میکرد. واجي وشوف ايش اسوي اليوم. هاي براحتك روح. روح براحتك روح. شب رسیدیم به موکب‌های نزدیک نجف. این تصویرها نیازی به توضیح ندارد. اصرار و ابرام عاشقانه خادمان که الا و بلا باید زائر امام حسین مهمان سفره ما باشد. طرف فهمید ایرانی هستم، گفت سماؤنا لصواريخكم وأرضنا لجواركم مرحبا بكم. رفتم بازار. اول پرسیدم از صرافی که قیمت تبدیل ریال و دینار چقدر است. 1090 70 سلام علیکم. بله بله. نیویورک از نیویورک و طیبین هذا والله نبینه جنجر خیلی از اون آقاها. سلام علیکم. بعد رفتم یک مغازه قدیمی که بهشان نمی آمد بخواهند دلا و پهنا بیاندازند تا در نجف بگیرم. در نجف هم در نجف فقط سفید، نه اختلاف رنگش اختلاف مثلا خیلی کم خیلی گران. بله اینا رو بذار، اینم بذار برای. خیلی ها اینجا از آفتاب و داغی مسیر خسته ولو شده بودند اطراف حرم. شب رفتیم مسجد کوفه. و اینجا مزار مختار ثقفی. مزار مختار ثقفی که بعد از شهادت تا مدت‌ها مخفی بوده. شاید هم الان یاد سریال مختار بیفتی و یاد اینکه این بار پخش شده.
میدانی که سالهاست در باور برخی عراقی‌ها که آنها هم سریال مختار را بارها دیدند، تصویر مختار و فریبرز عربنیا یکیست و عربنیا در باور برخی‌ها همان ابوالفضل پور عرب است. اوضاعی است. امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه‌ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی. دیوار به دیوارش موکبی بود ایرانی. کوفه شاید مثلا اهمیتش وقتی شما میخوای ببینی، نگاه میکنی میبینی در کنار بیت الله الحرام، در کنار مسجد نبی و در کنار قبه منور حضرت سیدالشهدا شاید تنها جایی باشه که نماز انسان مسلمان توش کامله. و نظرم میاد این یکی از اون نکات هویتی است، یعنی اون بعدی که هویت مسجد کوفه رو مشخص کنه. در این حال شما وقتی که به مسجد کوفه سر میزنی مقام‌های مختلفی در مسجد میبینی و این مسجدی است که بر اساس روایات یکی از نقاطی است که منزلگاه و فرودگاه کشتی نوح علیه السلام بوده و در این حال معبد و مأوای بسیاری از پیامبران الهی. یعنی شما وقتی که مراجعه میکنی مقام ابراهیم رو میبینی، مقام حضرت آدم رو میبینی، مقام نوح رو میبینی، پیامبرای متعدد و متفاوتی. این نشون دهنده جایگاهی است که این مسجد در طول تاریخ داشته. شربت میدادند و بچه‌ها را سرگرم میکردند. اینجوری کارشان این بود. راننده امروز به طرز عجیبی خوش اخلاق بود. ما را برد تا نزدیک وادی السلام. اینجا وادی السلامه. بر اساس بسیاری از احادیث و روایات اینجا یکی از پر رمز و رازترین و بزرگترین آرامستان‌های جهان. میدونین که شایعه است که در زیر برخی از این قبرها آدم‌هایی هستند که زندگی میکنن. البته ما ندیدیم ولی شنیدیم. اینجا نگاه کن، اینجا. به دنبال پیدا کردن مزار رئیس علی دلواری بودم و بالاخره رسیدیم به مزار شهید رئیس علی دلواری. خیلی گرمه ها. این بنده خدایی که در این عکس اینجا اینجوری نشسته چه گواراتر از چه گوارا بوده زمان خودش. شریک مشروطه خواه که انگلیسی ها زدنش. ایشون هیچ چیزی باعث نشد که کشورش و مردمش رو کنار بگذاره. حتی رشوه های پولی که 40,000 پوند بهش رشوه خواستن بدن و زمان خودش یک فرمانده غیور جوان و از کشور حمایت کرد و در مقابل استعمار وایساد. در تاریخ ایران مردانی بزرگ زیاد داشتیم، تموم شدنی نیستن و قبل از ما هم کرارن زیاد بودن، ولی مهمش این بخشه که زمان رو درک کردن و به لحظه پای کار موندن. در مقابل ظلم سکوت میکنین، اون وقت به عزای حسین میشینین.
روح امام حسین رو با این کارتون آزار میدین. آقا من وارد بعضی از اینا شدم، چیز همچین جای استراحت و مثلا خواب و اینجور چیزا پیدا نکردم. نمیدونم حالا چی جوریه. رو یا اخی رو. برگشتن از وادی السلام سوار ستوته شدیم. در عمود 271 هم خانم نقالی بود. وقتی که یزید خبر بهش رسید که امام حسین و یاراش دارن میان کوفه، چیکار کرد؟ یک از فرمانده‌های قوی سپاهش رو به اسم هور فرستاد که جلو راه امام حسین رو بگیره. یک موکب تخصصی که حوزه فعالیتاش بیشتر توی حوزه کارهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان طراحی شد. این کارها در حوزه قلمکاری اصفهان و تولید پرچم از طریق قلمکاری اصفهان، نقال خونی برای بچه‌ها، گروه‌های سرود و برنامه‌های مذهبی و سخنرانی و مداحی هر شب و هر روز در واقع برای زائرین ابو عبدالله الحسین در مسیر طریق کربلا نجف انجام میشه. و سید همینطور که حرف میزد طبیبی خاری از پای در میآورد یا تاولی را میترکاند. آخ آخ. مستند محض احتمالاً یعنی یک چیزی توی همین مایه ها که دوربین را بکاری زمین، حتی اگر در گرمترین نقطه جهان نباشی، اینجوری نشان بدهی گرمای هلاک کننده یعنی آسفالت بتواند بچسبد به کف و اگر کسب و کار تو نوشتن جزئیات است، باید بفهمی جنگ جهانی چطور شروع شد. همینطوری که شلنگ یک نفر را وقتی بالای 4 پایه بود گرفتند و اینجوری شد. امروز راننده جان خسته ما دستش را میزد زیر چانش و غرق در بحر تفکر بود و جاده را یک طرفه میرفت. بعداً فهمیدم خواهر خانمش جراحی لاغری داشته و به رحمت خدا رفته. الفاتحه و السلامات. بعد قدم زدم از این عمود به آن عمود، ثبت مشاهدات و پچ خانم‌هایی که شاگردهایشان تأخیر داشتند. یعنی داشتن به هم چه چیزی میگفتند اینقدر یواشکی که نمیشنید. بدون ادا و اطوار خدمت کردن یعنی این، بدون نق زدن. دلی بود حتما. چه کسی اصلا به او گفته تو الا و بلا باید چنین کنی دخترم؟ دلی بود. آب پاشیدن به مردمانی که زیر آفتاب پیش می روند احوال عجیبی دارد. چرا وقتی می شود هم به یاد آببازی دوره کودکی افتاد و هم تک تک سلولهای مغزت از خیس کردن محترمانه کسی که به نقطه جوش رسیده لذت می برد، خب چرا نباید بپاشی؟ البته به این راحتی هم نیست، مثل همین بزرگوار که چند بار درخواست کردم فرمان را دست من بدهد نداد. معطلم کرد، سر کارم گذاشت. من به قربان تو. موکب ها خیلی وقتها به نام بزرگان اون محل، ریش سفیدان یه منطقه نامگذاری شده، یا کسایی که به هر حال یه برجستگی شخصیتی یا حالا هر مدلی داشتن دیگه، مثل اینجا مرحوم الحاج خلف آلباجی بدون شرط. آقای قزل‌زاده خیلی ارادتمند، خیلی ارادت، زحمت کشیدی از اینکه با من صحبت کردی، قشنگ صحبت کردی، سوال ازم کردی، محبت داشتی.
این دستگاهی داره خودش باید این دوری باشه با دست نکشید. عباس خان بچه دارا با سبیل‌هایی به یاد ماندنی و در چشمهایش عطوفتی عجیب. و از اونجا که اومدن بهم هم خیلی عکس گرفتن. چرا بیشتر عکس میگرفتن؟ بیشتر به خاطر عکس به خاطر این لباسی که دارن که به خاطر سیبیلا نیست؟ نه آقا جان، لباسی که الان پوشیدم این لباس خاصیه. نماد بود درود بر ایران، درود بر شرف ایران و درود بر پرچم سرنگ ایران. هوا گرم بود و من حدس زدم زندگیش یک داستان رئالیستی باشد که یک جاهایی به سورئالیستی میرسد. آقا تو این هوا یخ خیلی میتونه ارزش مضاعف و افزونی داشته باشه. قدیمی ترها میدونن که یخ فروشی یکی از مشاغل خیلی مهم بود روزگاری و حالا الان فکر کنم جزو اون قصه هایی که دیگه انگار منقرض شده باشه. در به در به دنبال یخ فروش های آب شده در تاریخ، قصه های مینیمال تمام